سلام دوستان، وقت بخیر. همونطور که میدونید همستر تا روز جمعه فصل اولش تموم میشه. پس تا روز جمعه هر کاری که از دستمون برمیاد برای جمع کردن سکه و پروفیت و سایر بخش‌ها و اچیومنت ها باید انجام بدیم. من نکات مهمی که در این خصوص وجود داره به صورت خلاصه براتون توضیح میدم. اول از همه باید بدون که تنظیمات مهمی که در بخش ایردراپ گفته شده و ویدیوشو قبلا هم در کانال قرار دادم حتما ملاحظه کنید. حالا به صورت خلاصه توضیح بدم. میایین در قسمت ایردراپ و اینجا گزینه آنچین ایردراپ رو میزنید. اینجا یه دکمه آبی وجود داره، رو میزنید و یه ولدانی اگر به شما بده، یعنی تنظیمات اتصال ولت و برداشت توکن ها با موفقیت انجام شده. یعنی در واقع باید اون ولتتون که از قبل وصل شده تایید بشه و در واقع روش برداشت توکناتون مشخص میشه که البته ویدیو کامل در این خصوص توی همین کانال قرار دادم. خب برای اینکه لیست کارهای کلی که باید انجام بدین و مطمئن بشین، میایین تو این بالا رو پروفایلتون کلیک میکنید، گوشه بالا سمت چپ میایین تو قسمت اچیومنت ها، میایین اینجا سی آل رو میزنید. خب این لیست اچیومنت هاتون است. خب از همون اولش آپگرید کارتس، یعنی شما کارتاتون رو باید آپگرید کنید. حالا شما نگاه کنید مثلا چند تا کارت آپگرید کردید. فرض کنید اگه 10 تا کارت نرسیده به 10 تا، سعی کنید به 10 تا برسونید. اگه لول بعدی 25 تا کارته، اگه مثلا 23 تا کارت آپگرید کردین سعی کنید به 25 برسونید که حداقل این لول رو پر کنید. اگه نه 50 تا کارت، بهتره که 50 کارت حداقل آپگرید کرده باشید. مثلا اگه 40 تا کارته سریع کارتاتون رو آپگرید کنید که به 50 حداقل برسه. کار بعدی که باید انجام بدین آپگرید کارت تو لول 15، یعنی حداقل شما باید مثلا اگر 50 تا کارت در نهایت به لول 15 رسونده باشین که عالیه. اگه نه حداقل 25 تا رسونده باشید، یا نه 10 تا یا نه 5 تا، یعنی باید یکی از این سقف‌ها رو بزنید. اچیومنت بعدی هم اینه که کارت لول 25 دونه داشته باشین که اونم این توصیه شده که حالا تو قسمت ماینینگ سربرگ لگال این کارت KYC رو آپگرید کنید که من خودم حالا لول 24 رسوندم و حالا تا جمعه صبر میکنم. سکه‌ام بیشتر شد تصمیم میگیرم که چیکار کنم. البته تا قبل جمعه، یعنی تا اول صبح جمعه صبر میکنم ببینم که وضعیت چطوره. برگردیم با اون قسمت اچیومنت هامون سیگال. خب اینجا دیگه چی داریم؟ کالکت کوینز، جمع‌آوری سکه، که خب اونو از طریق پروفیت هر 3 ساعت حتما برنامه‌تون باز کنید که حداقل حد اکثر سکه ها رو تا اون روز بتونید جمع کنید، چون بعد از 3 ساعت میدونید سکه ها رو دیگه جمع نمیکنه، بهتون نمیده امتیاز. بعد میتونید تپ کنید و از اون بهتر یه روش خوبی بهتون بگم که حالا ویدیو اونم گذاشتم توی کانال ولی اینجا بهش اشاره کنم. میایید تو قسمت پلی گراوند، تا دلتون میخواد دوستان از این روش میتونید سکه جمع کنید. چجوری؟ میایید تو قسمت پلی گراوند، مینی گیم، این بازی بنفش رنگ هگزا پازل روی میزنید. خیلی راحت تا دلتون میخواد میتونید سکه جمع کنید، یعنی خیلی بیشتر از تپ کردن بهتون سکه میده. البته هر 3 ساعت یادتون باشه که شما اون وارد بازی بشین و امتیاز پروفیتتون رو بگیرین. ولی خب این یه چیزی مازاد برام هست. رو پلی میزنم به صورت خلاصه بگم. خب میبینید اینجا ببینید من این رنگ سبز رو میزنم، حالا قرمز هم میزنم، حالا میاد رنگ مشابه هر رنگی رو کنارش قرار میدم، بازی میاد خودش اینا رو هم قرار میده این پازل ها رو. خب بعد به یه حدی که برسه به ما امتیاز میده، امتیازهای خیلی خوبی هم میده و خیلی خوشحال میشیم دیگه. ببینید الان در عرض چند ثانیه 64,000 تا بهم داد. حالا زرد رو میذارم کنار زرد، بنفش میذارم کنار بنفش، آبی رو میذارم کنار آبی، سبز رو میذارم کنار سبز، بنفش رو میذارم کنار بنفش. الان همینطور میریم بالا دیگه. ببینید آبی رو میذارم اینجا و این دوباره 70,000 تا بهم داد. اینم از این. پس تا میتونید ببینید بعد کلیم میزنم، کلیم اند اگزیت میزنم و امتیازش رو دریافت میکنم. همین الان 134,000 تا گرفتم. خب اینم از این. دوباره بریم تو اچیومنت دیگه. از ما چی میخواد؟ یعنی ما باید عاقل باشیم و اون چیزی که بازی مد نظرشه خود
خود سازندگان همستر به ما در واقع اینجا کد دادن که ایناست که واسه ما مهمه، ما هم از همون روش استفاده کنیم. خب کالکت کوین رو که گفتم و چیز دیگه که مهمه اینوایت فرنده. اینجا در مورد کالکت کوین هم در مورد جمع‌آوری سکه هم ببینید لول مثلا اگر 1 میلیون دارین، اگر نه 10 میلیون، اگر نه 200 میلیون، اگر نه 1.5 میلیارد، اگر نه 15 میلیون. یعنی شما مثلا اگر 1.3 میلیارد زدین سعی کنید حتما به 1.5 برسونید تا این لول رو پر کنید. خب یا اگه 200 میلیون مثلا 180 میلیونی سعی کنید حتما به 200 میلیون برسونید که به این لول رو پر کنید، امتیازش رو بگیرید. بعد کجا بودیم؟ اینجا هم که اینوایت فرند هم اگر مثلا 7 سعی کنید به 10 برسونید. اگه مثلا 20 لول بعدی 25، مثلا اگه 23 حتما به 25 که لول سقف بعدی برسونید. خب این قسمت آنلاک اسکین بعدی اون هم خیلی مهمه. میایین از این قسمت از همین بالا قسمت پروفایل ببینید این بالا، ببینید این پایین اسکینا قرار دارن. شما هر کدوم از این اسکینا رو که روش بزنید، مثلا من اینا رو خریدم، خب میام پایین اونایی که نخریدم بعضیشون فریه، get daily rewards اینو گرفتم. خب مثلا اینو میزنم روش زده 10 میلیون، اینجا زده 10 میلیون باید بدم تا آنلاک بشه، یعنی 10 میلیون از تکه همون میگیره و این اسکینا رو به هم میده. خب که اینا حالا طبق چیزی که گفته شده ظاهرا قراره در نهایت بعد از لیست شدن تبدیل به NFT میشه و میتونید به فروش برسونید. یعنی هر چقدر بیشتر هم بخواید ریسک کنید و اینا رو خریداری کنید، یعنی اسکین های قیمت بالاتر بخرید، بعدا اون NFT هاش ظاهرا چیزی که میگن خیلی با ارزش خواهد بود و با قیمت های خوبی میتونید بفروشید. حالا در مورد اینا میریم تو قسمت اچیومنت ها، سیاه رو بزنم ببینید آنلاک اسکین اگر یه دونه خریدید، اگر نه لول بعدی 5 تا، لول بعدی 10 تا، لول بعدی 25 و بعد 50. مثلا اگر شما 15 تا اسکین خریدین بهتره که اون رو به 25 برسونید تا یه لول بعدی رو پاس کنید. خب حالا گفته شده که سعی کنید که حالا 50 تا اسکین رو بخرید، اونایی که سکه زیادی دارن بخرن دیگه ضرر نمیکنن. اچیومنت بعدی پروفیت پر اوره که خب اون سعی کنید تا جایی که میتونید اینجا کارت هایی رو که با الان تو قسمت اسپشیال خب کارت های خیلی خوب اومده، نیو کارت. حالا من کارت ها رو گرفتم، این اسپشیال نیو کارت. سعی کنید که کارتاتون رو به یه لولی برسونید، پروفیت های خوبی میدن این کارت ها، سعی کنید اینا رو بگیرین. اچیومنت بعدی با همستر یوتیوب ویدیوزه، یعنی شما میان اینجا میان تو قسمت ارن این ویدیوهایی که روزانه میاد و سعی کنید هر روز واچ بزنید و بعد حالا 10 دقیقه رو چک بزنید امتیازش رو بگیرید، چون تعداد این ویدیوها براشون ظاهرا مهمه. سعی کنید تا جمعه هر چقدر که میتونید نگاه کنید. بعدش هم که سابسکرایب تو چنلشونه که چند روز گذشته باشه که حالا اونو از قبل انجام دادین، حتما اگر انجام ندادین که خب واجبه که انجام بدین. اونم از طریق ادلیست های تلگرام میتونید انجام بدین، یعنی تو تلگرامتون سرچ میکنید ادلیست همستر براتون میاره. سعی کنید از لینک های کانال های معتبر استفاده کنید. خب اینم از این قسمت دیلی ریوارد هم از دست ندین که البته ظاهرا این چند روز آخر داره اتوماتیک خودش انجام میده و یه سری هم کلید میده و هم سکه میده. دیگه قسمت های دیگه هم که انجام دادیم و خب دیگه کد مورس و دیلی کومبو و اینا هم که دیگه انجام میدین خودتونو. و سلام دیگه. حالا این نکاتی بود که به ذهن خودم رسید. سعی کنید اون بازی هگزا پازل از دست ندین تا میتونید سکه جمع کنید از این طریق و هر 3 ساعت هم سعی کنید حتما بازیتون رو باز کنید. این قسمت ایرتراپ هم که گفتم این آنچین ایرتراپ رو از حتما انجام بدین. اون دکمه آبی رنگی که میاد رو بزنید، کار خاصی نداره. این دکمه رو که میزنید اگر آدرس ولتتون اوکی بود اون یا حالا کانکت ولت انجام میدونه، یه دکمه آبی رنگی میاد میزنید و اگر ولدان داد یعنی اوکیه وصل شده. میتونید برید توی تون کیپرتونم تو قسمت بروزر تو قسمت کانکتد چک کنید آیا آیکون همسترتون وجود داره یا نه که دیگه خیالتون راحت میشه.
باز اگر اطلاعات دقیق‌تر خواستین ویدیوشو تو کانالم مشاهده کنید. راستی اینم بگم که از گرفتن کلیدام غافل نشید. اونم از همین قسمت پلیگراند، قسمت گیمز میتونید انجام بدین بازی ها رو و حالا تا جایی که میتونید کلید بگیرید. از توی این بازی هم حالا دختر کوچولوی من که برام این بازی ها رو انجام میده و بازی مختلف رو تست کرده، ظاهرا بازی که خیلی راضیه و سریع از طریق اون کلید دریافت میکنه این بازی موونتریمه. بازیشم به صورتی که دستگاه جمع‌آوری محصولات کشاورزی، خرمنای کشاورزی رو میکشیم رو زمین تا محصولات رو جمع کنه دیگه. بعد یه مدت که چند دقیقه که بازی کردین خیلی راحت کلید میده. این حالا نسبت به بازی دیگه راحت تر کلید داده به ما. همین دیگه. اینم کلیدام مبحث مهمیه، سعی کنید تا جایی که میتونید کلید جمع کنید. حالا طبق چیزی که گفتن ادمینای همستر انگار که مثل این که تعداد مراحلی که شما از طریق اون میتونید توکن هاتون رو دریافت کنید به تعداد کلیداتون بستگی داره. شاد و موفق باشید. اگر سوالی هست تو قسمت کامنت ها بپرسید، سعی میکنم حتما جواب بدم. ممنونم میشم که کانالم رو سابسکرایب کنید تا شما در جریان اخبار دقیق لیست شدن همستر قرار بدم. موفق باشید.